دادگاه در شهر دوشنبه ورزشگر والیبال از نوع روشن ولایت مختار کوهستان بدخشان عالمشاه مومینوف را به 10 سال زندان محکوم کرد. عالمشاه مومینوف که نامزد به استاد ورزش و چمپیون دوشنبه و برنده مدال نقره والیبال تاجیکستان در سالهای 2009-2010 بود، بر اساس ماده 187 کد جنایتی تاجیکستان اشتراک در فعالیت تشکیلات جنایتی گناهکار دانسته شد. در این باره روز 27 ژانویه سال 2023 ژورنالیست انورا سرکورова که اساساً رویدادهای بدخشان را پیگیری میکند خبر داد. مقامات رسمی تا کنون پرونده و حکم این ورزشگر را شرح ندادند، ولی بنا به اطلاع انورا سرکورova عالمشاه مومینوف از جمله اشتراکچیان تظاهرات اعتراضی آسایشته در شهر کومر مرکز مأموری نویه روشن در ماه مای سال 2022 بود. یادآور می‌شود ماه مای سال 2022 مقامات تاجیکستان موج نو اعتراضات در ولایت مختار کوهستان بدخشان را با استفاده از نیروهای ویژه و سلاح جنگی سرکوب کردند. در جریان سرکوب اعتراضات بیش از 30 نفر کشته و حدود 200 تن دیگر دستگیر شدند. اکثر قربانیان در جریان سرکوب اعتراضات در ومر کشته شدند و بیشتر دستگیر شدگان نیز از روشن و شهر خور بودند.